چی قایق آهنگ مقبول هم زمزمه کرد. خب دوستا برنامه ادامه داره، تا آخرین لحظه ما را دنبال کنین برنامه. بله دوستا با یکی از کاراکترهای مشهور تماس میگیریم، کسی که همیشه با صدای شما آشنایی داشتین، ویدیوهایش دیدین، همیشه از حمایت هم کردین. یکی از کسایی که بسیار مشهور است. بشنوید دوستان. از صدا بشناسین که کی است. خب تالو اوکی نکنن تو هنوز تال تماسون وصل نشده و قسمی که پیشتر به شما دوستا نام هنرمند معرفی نکردیم. یکی از شخصیت‌هایی است که همیشه شما دیدینش در سوشال میدیا و باشن که تلفن اوکی بکنه، چون بسیار یک آدم مصروف است. گفته خودش این بیری بیزی بس سلام ما را نشانینا که نفهمن. بله 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 سلام علیکم، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ و علیکم خانم مقبول، خوب هستین؟ خدمت داشته بخیر هستین؟ تشکر، سلامت باشین. شما جنرال صاحب هستین؟ خودم هستم، بفرمایید خدمتتان هستم. خب جنرال صاحب، ما از آمریکا آمدیم و در اوجه در سینما کار میکنم و خودم یک سینماگر هستم. در اوجه شما را انتخاب کردن به حیث بهترین کرکتر. ما میخواییم مثال شما را ببریم با خود امریکا و میخوایم در اوج شما کار بکنین همراه ما. چی گفتنی دارین؟ چی نظر دارین؟ بله یا افغانی هستی؟ بله افغانی هستم. فکر نکنم افغانی ها قدر پیشرفت کرده باشم که در سینمای امریکا کار کنن، نقش بازی کنن. خب دوستای ما، همکارای ما هم در امریکا هستن و هم در جرمنی و اگر خواستین امریکا شما رو با خود میبرم و اگر خواستین هم جرمنی، مشکل نیست. هر جایی که شما خواستین کار بکنین. مهم نظر شماست که شما چی نظر دارین، قبول دارین یا ندارین. همکارای ما شما رو انتخاب کردن به حیث بهترین کاراکتر. اگر شما میخواین ما شما رو میتونیم با خود ما ببریم کار بکنیم. والله ما خواهی شهر کابل در افغانستان ما کار دارم، مصروف هستم. چی کاروبار دارین؟ ما دیگه خانمای مقبول که تیر میشن از سرکا ما یک دوله استندی دارم، استندشان میکنم که نظر نشن، به خاطر که مردم افغانستان دیگه یک ذره نودیده زن و دختر هستن، یک زن که میبینن چهار چشمه او را دیگه وضعیت آزار هم میکنن، یکی پرزخ به اندازه میرن دیگه واسه ما استندشان میکنم که اونا نظر نشن بیتا. من هم در جرمنی کار میکنم هم در امریکا. خب من هم در جرمنی کار میکنم و هم در امریکا کار میکنم. حالا از خاطر شما افغانستان آمدیم و میخوایم شما رو یک بار ببینم. میشه آدرستون رو برام بتین و بگوین که کجا هستین؟ تو هم در امریکا کار میکنی و هم در جرمنی؟ بله یا ما. تو قبولی کجا هستی؟ خب من قبولی آمریکا هستم و میتونم هر جای یک کشور بخوایم برم. میفهم. خب میشه که قبولی جرمنی باشی به خاطر که باز امریکا رفتن نمیتونی؟ نه خیر قبولی آمریکا هستم. بله یا من خودم سینماگر هستم. کدام نقش بازی میکنی؟ نقش دختر فیلم. دختر فیلم؟ بله یا حالا بچه فیلم کامپیوتر؟ خب یک کاراکتر نیاز داریم و اگر شما پسندیدین کرکتر نه بچه فیلم نیاز است. ما یک بدماش فیلم نیاز داریم اگر شما بخواین. من خب نقش بچه فیلم اگر باشه بازی میکنم به خاطر که همیشه من نقش اولا بازی کردیم. اگر کدام مشکلی نیست اگر بچه فیلم ضرورت باشه و خب بچه فیلم خود داریم. مقبول زیبا بچه فیلم خود داریم. ما به بتماش فیلم ضرورت داریم. خب میشه که ما فعلا خودتون ببینیم و بیایم از نزدیک با خود دیدار داشته باشیم دیگه. اگر آدرس بتین همینجا تاکسیمان هست و میخوایم همراه شما صحبت بکنه. آدرس برای تاکسیمان بتین. خودت بلد نیستی شهر کابل؟ نه خیر بلا ما بلد نیستم چون از طفلیت در آمریکا کلان شدیم. اینجا وقتی که خودت آمدی باز همراه تاکسیمان شود سپری میکنی کجا میباشی شو؟ نه خیر شب ما خانه قوم خیش است و یه پاستش اونجا سپری میکنم. حالا فعلا شما آدرس رو بگوین. من میخوام از نزدیک شما رو ببینم و همراه تاکسیمان گپ بزنین یک بار. و برادر سلام علیکم. السلام علیکم.
برادر سلام علیکم جواره بخیره چه داره؟ زخیم تاسگه وراره وراره جانه بچیره ز په میدان وایه کې دلته موټر ده او میدان هوایی کابل کې او د کرزی چارایی میدان وایي د کرزی چارایی نشته تو چارایی امر صاحب شته نه دلته یو چارایی ده چې په میدان وایي نومیږي کارته پروان پیژنې استاد کو کارته پروان بله دیدم میای دیدم میای اگه دیدی جوار دیر مانا متوجه بشی که وقت مناستم خواه دیگه بسیار واقعات رضا دیگه بیادشان در کارته پروان هستم در سینمات بارستان خواه دیگه در خدمت تان هستم دیارشان در نمایشم که او کرای راره کی میته کرای موتر کی میته برادر کرای موتر خودت که برادر قندم از میدان هوایی موتر تو از داخل میدان است یا از بیرون میدان یعنی از تاکسیگرانی که در داخل میدان تکس میتن از واسطی تو یا در بیرون در سر چهارراه میدان بباشیم خب ما در سر خود میدان هستیم خود در سر چهارراهی باز ما کنیم میدان برادر سایکل تو تاکسی تو از داخل میدان دوستای ما را سوار کردی؟ نه برادر ما از خود چهارراهی را گرفتیم یک ساعت از در موتر ما ششته کارته پروان تو صدر پا کرایت پیشه دیگه واگونی زورو را خدمت هستیم برادر خان او 700 روپا کرای را میشه با شما این پیسه را میتی مارا 700 افغانی؟ چرا 700 افغانی تو خدا نمیترسی؟ او برادر کسی که از خارج گوش کن و برادر تو که مارا گوش کن نه برادر محترم گوش که تو ما و شما افغانه همی تو کردیم که کشور در باد خراب کردیم 700 روپا پیش نکدم مانا ای نداره ما یک لگم بگویم میتون به خاطر که میمان هستم دیگه دوستای ما هستم دیگه باز دیگه گفت اصلی چی هست که از میدان هوایی تا کارته پروان 200 کرایش هست حالا به خاطر که دیگر از صبر به تو زیادی که 300 دیگه حالا ما اگه 700 روپا کرای دیگه خب ما یک 1000 روپا مگه بگویم میتون ولی خب مشکل دیست که دیگه شما برادر ما هم غریبکار هستیم چوچه‌دار هستیم اولاددار هستیم او یادم برادر خاندار که میکنم یک ساعت در موتر ششته یک ساعت در موتر 4-5 تا بایک داره دیگه ما این میاریم 700 روپیه ماره بده خیر خلاص همشیره تاشو همشیره نمیبریم تاشو خب غیبت نباشی گپارا نزن فهم بدی جناب صاحب خب خیر است خب جناب صاحب ما این مشکل همشیره پیسه میتی تا میشی بیادر میتم تا چیال انداختی بشی در جای برادر میشنویم جناب صاحب مهمتر از این گپ کمش کو پیسه تکسی را خود جور میکنیم من برایشان صحبت میکنم او بارستان گفتی؟ نه خانم من خونه هیچ گپی نیست خونه ما بکارتان باشه میتیم براتون و مشکل نیست که یک ذره همی تکسیبان هم ظالم هستن خب میفهمی چی هست؟ بارستان گفتی برادر خودت نه؟ بارستان کارته پروان میمونه که میبینم از پیسه رسال زیاد میگیرم خواه بارستان گفته بود؟ جناب صاحب مشکل دیگر رو میخواستم براتان بگویم بارستان گفته بود؟ شما بارستان گفتین آدرستان را؟ کارته پروان درست است او آمده میاییم خب بیا پاشو موتر پاشو خانم مقبول چی مشکل است دیگه خب ما به خاطر از اینکه مثال شما برین اما همکارای ما $1,00,000 ضمانت میخواین و شما این پیسه رو داده میتونین؟ $1,00,000 ضمانت چی؟ ضمانت به خاطر از اینکه شما جای فرار نکنین از پیش ما باید قرارداد بسته بکنین وقتی که جناب والی خودت میگه که ما در جرمنی هم کار کردیم ما در امریکا هم کار کردیم یک کسی را میپسندی یک کسی انتخاب میشه دیگه فکر کنم که خودت خب مامان جناب صاحب ما شما را با خود امریکا میبریم شما قبولی امریکا میشین ما به شما کلان کار میکنیم من فکر کنم آزارم میتی بگو چرا نه خیر چرا آزار بودم به خاطر چی وقتی که مثلا تو یک فیلم جور میکنی اونو فیلم تو
دیگه $1,00,000 دیگه باید تو برامه بچی که ما برامو نقش بازی کنم تو واسه $1,000,000 تر از پیدا کنی. و جنرال صاحب چی ضمانت می باشه؟ چی ضمانت می باشه که تو از جا فرار نمیکنی؟ من چی فهم که تو از جا نگریزی؟ وقتی که سر ما اعتبار نداشتی تو چرا ما انتخاب کردی؟ من تو رو انتخاب کردم دیگه، اینطور اگر گرفتم میبرم همراه خود دلت. دختر از ما میدید نمیتونید بعد شما دختر ناشناخته یک نفر انتخاب بکنه. نه من تو را شناختیم، من ویدیوهای تا دیدم کل چیزای تو بهترین بدماش و فیلم ما شده میتونی. گوش میکنم. خدایا را جانشان دیگه دخترها بازی دادیم سلام یونان که پای شغل در از خطا خورده یا دختر بچه را ایلا کده یا بچه دختر ایلا کده. نه خیر و گپا نیستم، ما دختر و بچه نیستیم که اوجه بریم. من شما را پیش از پیش کل کارتان جور میکنم و میبرم همراه خود و شما هم باید $1,00,000 بر من پیسه بتین به خاطر ضمانت که شما فرار نکنین از پیش ما و اوجه که رسیدیم من پیسه تانم براتون میتم و دیگه قبولی امریکا میشیم. شما ایزی که چی میخواین؟ چی بهتر از این؟ زندگیتان جور میشه، از مشکلات خلاص میشین. من افغانستان از دوست دارم دیگه، من رفته امریکا و ایتالیا و استرالیا و کانادا نیستم، خوشم هم نمیاد دیگه. برای 10 روز 20 روز یک ماه اگر باشه کدام مشکل نیست. خب مشکل نیست، فیلم ما خلاص شد، شما پس میتونین بیاین، ما مشکل از رو نداریم که شما اونجا باید حتما باشین و یا قبولی میشه که قبولی از اونجا رو میگیریم و دوباره پس افغانستان بیاین. اما این که مثال به ما پیسه بدین بسیار مهم است بخاطر از اینکه شما فرار نکنین، چرا که ما بالای شما اعتبار کامل نداریم. اما از کرکتر شما بسیار زیاد همکاری ما را خوششان آمده و شما را انتخاب کردن. خواهش میکنم سپاسگزار هستیم. از پیشتون یک سوال البته اگه خفه نمیشی به خاطر که بفرمایید سوالتان بپرسین. کسی که نقش فیلم بازی میکنه خفه و نمیشه دیگه. در قریه شما خب به گفته خودت بلد نیستی دیگه، در قریهتان موتر که میره سرک تیر نشده پیش ریش علف پرتی گپ راست است؟ نه خیر اصلا این گپا واقعیت نداره. شما چی میگین؟ من اصلا هیچ نفهمیدم هدف شما از این. خب گپ خلاصه میکنیم، ما حالا میایم میبرم تو، نه بر من $1,00,000 از خانه بیار میبرم تا زندگی تا جور میکنم دیگه. تو چی میخوایی؟ فبکیتم پیسه خواهید مقابل انسان ارزش نداره. $1,000,000 هم بگوی برات میتم. من خودت هم میبرم، من پیسه تو میگیرم، خودت هم از خاطر خودت پیسه رو میخوایم. یعنی پیسه پیش ما هیچ ارزشی ندارم، از خاطر خودت پیسه رو میخوایم که تو فرار نکنی از پیش ما، تو را گم نکنم. تو بهترین بدماش به فیلم ما شده میتونی. یک دیالوگ بگو برای من، یک دیالوگ بگو، یک دیالوگ بگو. ببین تو مرا نمیشناسی، اگر مرا بشناسی همراه من رقم گپ نمیزنی. یک دیالوگ برای من بگو. بچه فیلم است یک دیالوگ باشه خانه عاشقی باشه یا کدام رقم دیگه باشه؟ دیالوگ بدماش، چرا که من میخوام به فیلمم تو بدماش رستی دیگه. دیالوگ عاشقانه چرا باید بگویی؟ فکر کنی یک کس را میخوایی بزنی یا مثال قار استی زیاد از این رقم اکت ها بر ما بکن دیگه. نه لباز ما از اون اکت ها اگه بسته بکنم تو خانم هستی با یک دیالوگ. نه فکر نکن که در مقابل یک خانم، فکر کن یک مرد است. یک دفعه چیز نشی باز. نه چیز نمیشم، تشویش نکنین. نمیشم. نه خیر من فکر کنین یک با یک مرد مقابل هستین. یک دیالوگ عاشقانه بگو، یک دیالوگ. خب اگر تو شبه که یک دیالوگ عاشقانه بگوی، یک دیالوگ اما تو فیلمی بر ما بگوی. خب بگی تو دیالوگ تا بگو که باز منصرف میشم از پلان هایم. خب تو یک دیالوگ بگو باز من برات میگم. دیالوگ با وقت گفتم برات تو نشنیدی. چی وقت گفتی؟ من نشنیدم. تو یک دفعه دیگه بگو. دیالوگ چی میکنی؟ ما یک شعر تا برات گفتم. دومش که دوش که چی میفهم که امکان داره که کدام تا باشی دیگه از سایم آزار. نه خیر چرا باید شما را آزار اذیت بکنم؟ اصلا گفا نیستم. خانما دیگه در طول اتصال بسیار مرا اذیت و آزار کردین. بسیار زنگ زدین، تا از دوستا بوده، تا از شناختا بوده، از دیکیا بوده دیگه. حتی یک آهنگ بس تو خوانده بود، یک آهنگ من زمزم که من دوست بیدارم دیگه. خب گمش کن جنرال صاحب، گمش که پشت آزار اذیت نگردم. اینجا بیکار هستم، ما هم در این موتر هستم تا که پیش ما برسم. بسی تا یک آهنگ خوانده بودی من دیدم در یوتیوب. یک آهنگ میشه به ما بخوانی؟ چی؟
سری مقبول زیبای ببینم آهنگات چی من میگم. من مقبول هستم، بخی پرفکت هستم، هیچ از او لحاظ تشویش نکنین. از مقبولی زیاد بخی. او بشک تو بخوان تو برای من یک خواندن. پشت تلفن. خیلی چی دیگه، از نزدیک چی میکنی؟ از تلفن بهتر آواز میایه. بفرمایید بگین گپتانم. نه خیر تا حال ازدواج نکردیم. چرا؟ نامزد هستی؟ نه خیر نامزد هم نیستم. چرا پرسیدین؟ تا فعلا نه. نداری کسی را دوست؟ نه خیر تا فعلا دوست ندارم. زیر چشم نه والا تا حالا کس را زیر چشمم نکردیم. والا او گپا خود زیاد است در افغانستان. تنظیم ازدواج میگم داری؟ والا تا فعلا نه. چرا نه؟ جوان هستی کوشش دفن دیگه 18 ساله و 19 ساله رسید بکن که لذت زندگی از باز 25 سیکل بالا شدی باز دیگه یک رقم زندگی. اگر شخص مورد علاقه ما پیدا کردم و یا کسی که باشه مرا دوست داشته باشه مرا احساس بکنه و همراهیم باشه حتما چرا نه ازدواجم میکنم. اما اگر تو یک شخص پیدا نشد پس فکر نکنم که عروسی به خاطر عروسی باید قدر عجله داشته باشم. مشکل اینطور است که دیگه که تو نخواستی دیگه کسی تو را دوست داشته باشه دیگه پیش روی یک کسی تو را فاگتیر شایی بسیار اما تو گرم سیل بکنی طرفش دیگه امکان داره که هستن شما در دنیا هستن. نه ما اولاد غریب طرف ما که گرم سعی میکنن. ما نه قواره داریم نه قیافه داریم هیچ چیز نداریم. خب جناب صاحب بسیار زیاد تشکر، وقت ما خیلی کم است. تشکر، سلامت باشید. تشکر از گرکدار یخ. بخیر باشین، جان جور زنده باشین. تشکر از شما هم و امید است که خفه نشده باشین. نه خفه شما خود سکای مسته. خب تشکر از شما جناب صاحب، بخیر باشین. خواهش میکنم. وقتتون بخیر. الان نگهدار. خب دوستا جالب ترین ابریل فول مامی بود. چقدر زیاد شد جناب صاحب. والا آفرینش نام خدا قدر گپ زد و بسیار گپای جالب هم زد. آرزو دارم شما دوستا لذت برده باشین و درد سر به شما نرسه. گپای زدن که بیشتر متوجه حرفایشون شدم. گپای زدن که واقعا جالب بود. دیگه دوستای عزیز برنامه همین قدر بود و تشکر از اینکه برنامه را دیدین. آرزو دارم از برنامه لذت برده باشین و هیچ وقت این قسم شوخی نکنین. خب سومن جان گفتنی تو بگو. و فیصل جان بازم میخوایم از دوستا تشکری بکنم و منتظر حمایتشان هستم. میخوایم حمایت‌های بیشترشان، انتقادات و پیشنهادهای بیشترشان باشه امروز. دیگه میگه بده ستاره بود مرا حمایت کنین به این کد نمبر رای بدین. همتون رو به خداوند میسپاریم. خداحافظ. به خداوند میسپارم. دوستا الله نگهدار تمام شما عزیزان.